سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داشتیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم. صحبتشون سر این بود که آره بعضی از آدما اصلا هیچی از زندگیشون متوجه نمیشن، کلا درگیر پول در آوردن هستن. بابا تو که دیگه مثلا اینقدر پول داری، دیگه میخوای چیکار؟ تو اینقدر طمعکاری. میدونین زندگی دیگران اولا به ما هیچ ربطی نداره که دیگران چیکار دارن انجام میدن، تو خودت داری چیکار انجام میدی. من اگه اینقدر بس هست برام، این پولی که دارم برام کافیه، خب دیگه کافیه دیگه، نیازی ندارم هم تلاش بیشتر کنم. ولی اگه نه، من رویاهام بیشتر از ایناست، بزرگتر از این حرفاست. این پولی که الان دارم کفاف رویاهای منو نمیده، خب نیازه که بیشتر تلاش کنم. یا اگه به اون هدفهایی که میخوام هنوز نرسیدم، پس یعنی کارم تا الان اشتباه بوده، یعنی اون مسیر رسیدن به هدف من یه چیز دیگه است. باید برم یه سری کارهای متفاوت انجام بدم و این توقع بیجایه که ما کار تکراریمون رو انجام بدیم، انتظار نتیجه متفاوت داشته باشیم. نه، باید مسیر و روشمون رو عوض کنیم. و حالا بحث اینه که خب تو اینو خواستی، زندگیت همینه، پس دیگه جای اعتراضی نداری. دولت فلان کرد، ایران اینجوریه، اگه منم خارج بودم این کار میکردم. نه، اتفاقا اگه تو هم خارج بودی الان به همین شرایطت دور نکتی، پس دیگه تلاش بیشتر نیازی ندارم. ولی اگه توی ایران تونستی گلیم خودت از آب بکشی بیرون، مطمئنم توی خارج هم میتونی گلیم خودت از آب بکشی بیرون. و اتفاقا کسی که به یه سطح پول داری میرسه، به یک سطحی از درآمد میرسه و دیگه دغدغش درآمد نیست، اون موقع میدونه این خلاقیتاش تازه باز میشه، شکوفا میشه. 4 تا ایده به ذهنش میاد که این رام هست و اونجا میدونه دیگه بحث پول نیست، بحث اینه که طرف دیگه میره توی وادی‌های دیگه، اصلا میره توی یک حوزه‌های دیگه، ذهنش داره فراتر از این پولو مینگره. و اصلا ما در جایگاهی نیستیم که حالا بخوایم بشینیم دیگران رو قضاوت کنیم. ولی من کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام به دانش آموزای پایه نومی یاد بدم توی همین ایران تو بشین رویا پردازی کن، به رویاهات برس. من یه اینکه حالا رویایی داری خارج از ایران هست، اون دیگه بحث شده. ولی اگه نه، یه سری رویاهایی رو داری، یه سری کارهایی رو داری، یه سری اهدافی رو داری، یا حتی اگه نداری ولی دلت میخواد یه آدمی باشی که هدفمند باشه، میتونی با من همراه باشی. اتفاقا توی دوره قطب‌نما من دارم کامل اینا رو به بچه‌های پایین نام آموزش میدم و بچه‌هایی که با من بودن همشون از من میپرسن خانم دوره بعدی کی شروع میشه، چرا زودتر شروع نمی‌کنیم؟ پس ببینید، مسیر رو که یاد بگیری خودت میفتی دیگه تو این مسیره و این تو هستی که مسئول برآورده کردن رویاها و آرزوهای خودتی. دیگه کسی که اینجا مسئول نیروی ما نیست که بخوایم ما استخدامش کرده باشیم ما رو به رویاهای ما رو برسونه. نه، خودتو به رویات برسونی. شماره 1، کارت به کار دیگران نباشه. شماره 2، توی زندگی خودت باشه. شماره 3، از دیگرانی که موفق شدن ایده بگیر.